أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسات قبل مطالبی را درباره مواقیت زمانی و مکانی حج خدمت شما بیان کردم. در این جلسه انشاءالله میپردازیم به بیان ارکان حج، ارکان اصلی و فرایض حج، یعنی اصلی ترین اعمالی که در حج انجام میگیرند و اهمیت بیشتری را دارند که اگر فردی این اعمال را ترک بکند حجش باطل می شود. این موارد به عنوان رکن شناخته می شوند، یعنی ارکان و فرایض حج. از دیدگاه عموم فقها ارکان حج و فرایض حج 4 چیز هستند. اول احرام هست، دوم وقوف به عرفه هست، یعنی این که در روز نهم در میدان عرفات باید حاضر باشند و وقتشان را اونجا سپری بکنند. رکن سومی طواف افاضه هست، بعد از این که در روز عید و یوم النحر از مزدلفه به منی برمیگردند و از منی دوباره به مسجد الحرام می روند و این طواف افاضه را انجام می دهند. و رکن چهارم سعی بین صفا و مروه هست. این 4 مورد معروف هستند به ارکان حج: احرام، وقوف در عرفه، طواف افاضه و همچنین سعی بین صفا و مروه، که انشاءالله در ادامه برنامه و جلسات بعد مطالب مفصلی رو در مورد هر یکی از این ارکان انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. همان گونه که قبلا اشاره کردم، این دیدگاه جمهور فقها هست که معتقدند حج 4 رکن دارد که عبارت هستند از همین مواردی که من خدمت شما برشمردم. اضافه بر این فقهای شافعی مذهب معتقدند که فراتر از این 4 رکن 2 رکن دیگر هم وجود دارد که عبارتند از حلق یا تقصیر، یعنی تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن موی سر، و همچنین ترتیب، یعنی مراعات کردن ترتیب در میان این ارکان. پس بنابراین در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه ارکان حج اضافه بر 4 مورد 2 مورد دیگر به آنها اضافه می شود و مجموعاً 6 مورد حساب می شوند. و در هنگام حج انسان حاجی باید به این مواردی که از نظر فقه اسلامی به عنوان رکن تعریف شدند باید انسان اهمیت بیشتری را قائل باشد، زیرا انجام ندادن این موارد یا باطل شدن هر یکی از این موارد منجر می شود به باطل شدن حج. درباره احرام که اولین رکن هست در باب حج، احرام از نظر معنی لغوی یعنی منع و بازداشتن.
ما این تعبیر را همان گونه که در حج داریم میگوییم احرام، مشابه این تعبیر را ما در نماز هم داریم. مثلا میگوییم تکبیر تحریمه، دقیقا همین تعبیری هست که در باب حج به عنوان احرام از اون یاد می شود. احرام به معنی منع هست و از نظر شرعی یعنی نیت ورود در مناسک حج، نیت کردن آغاز حج، این می شود احرام. احرام همان گونه که من عرض کردم دقیقاً مانند تکبیر تحریمه هست، به معنی منع کردن و بازداشتن. ما زمانی که در نماز تکبیر تحریمه رو میگوییم یعنی این که اعمالی که قبل از نماز برای ما مباح بود بعد از تکبیر تحریمه دیگر حرام هست. اعمالی که جایز بود قبل از تکبیر تحریمه می توانستیم انجام بدهیم، بعد از تکبیر تحریمه نمی توانیم اون کارها رو انجام بدهیم. سخن گفتن، خوردن، نوشیدن، راه رفتن، تمام این موارد قبل از تکبیر تحریمه جایز بود، اما به مجرد این که ما گفتیم الله اکبر و تکبیر تحریمه رو بر زبان آوردیم یعنی این که این موارد را ما بر خودمان ممنوع کردیم. در باب حج هم با احرام بستن و با نیت شروع مناسک حج و اعمال حج در واقع ما بسیاری از چیزها را بر خودمون حرام کردیم. بسیاری از موارد قبل از این برای ما حلال بود، اما با احرام دیگر یک احکام دیگری برای ما آغاز می شود که به عنوان محظورات احرام هستند که باید از اونها پرهیز بکنیم، که من درباره محظورات احرام انشاءالله در جلسات آینده خدمت شما توضیحاتی را خواهم داد. از نظر شرعی و تعریف فقهی احرام همان گونه که عرض کردم یعنی نیت کردن برای آغاز حج یا عمره، و این نیت در تمام اعمال و در تمام عبادات کار قلب هست. یعنی زبان شما نیت نمی کند، فقط و فقط قلب شما هست که نیت می کند. نیت جزو کارهایی هست که باید با قلب انجام بگیرد. اگر این نیت شما فقط نیت زبانی باشد، تلفظ زبانی باشد، چون این نیتی معتبر نیست. در باب نماز، در باب روزه و در باب بقیه عبادات و همچنین در باب حج هم اصل نیت با قلب هست. شما با قلب خودتان نیت میکنید که از این لحظه به بعد من حجم و اعمال حج یا عمرم آغاز شده و با این نیت در واقع اموری که قبلا برای شما حلال بود از این به بعد حرام میگردد. برای نیت حج اشکال ندارد که انسان این جمله رو بر زبان بیاورد، مثلا بگوید لبیک حجا یا لبیک عمرتا، یا مثلا وقتی که نیت حج و عمره را با هم دارد میگوید که لبیک حجا و عمرتا متمتعا بها الی الحج. به هر نحوی که میخواهد نیت بکند. اگر فقط نیت عمره هست میگوید لبیک عمرتا، اگر فقط نیت حج هست میگوید لبیک حجا، اگر نیت حج و عمره هست در یک احرامی و با هم میخواهد که نیت بکند میگوید لبیک حجا و عمرتا یا مثلا متمتعا بها الی الحج. این روش نیت هست که اساساً با قلب هست در باب حج، چون که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده اشکالی ندارد که انسان با زبان هم این جمله را تکرار بکند. پس بنابراین معنی احرام این هست که مواردی قبلا برای ما حلال بوده می توانستیم انجام بدهیم، با نیت حج این اعمال دیگر برای ما حرام می شود. یک سری ممنوعیاتی برای ما تعیین می گردد که این کارها ممنوع خواهند شد و ما نباید چنین کارهایی را انجام بدهیم. انسان زمانی که احرام را آغاز می کند حتی از لباسی که قبلا برایش مباح بود و آن را می پوشید از آن لباس هم باید بیرون بیاید
و یک لباس خاص و ویژه‌ای را باید بر تن بکند. به این معنی هست که انسان مسلمان در هنگام احرام باید اون لباسی را که یادآور گناه بوده، یادآور معصیت بوده، یا لباسی را که زمینه ساز تکبر هست یا انگیزه تکبر را در قلب ما ایجاد می کند، آن لباس را باید از تن خودمان بیرون بکنیم و تمام حجاج و تمام معتمرین باید لباس یک رنگ و یک دستی را باید بپوشند. پس بنابراین زمانی که شما احرام را پوشیدید، لباس ظاهری خودتان را عوض کردید و این لباس سفید و یک دست و یک رنگ را پوشیدید، پس باید سعی بکنید که قلب خودتان را، درون خودتان را هم مانند ظاهرتان و مانند لباس احرام باید پاک و صاف و یک دست و یک رنگ بگردانید. و قطعا هم اگر شما سعی بکنید که این حج را آنگونه که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند انجام بدهید و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را عملی بکنید، مطمئن باشید که ان شاء الله هنگامی که حجتان تمام می شود و حج مبروری را انجام بدهید، مطمئناً قلب شما و درون شما هم مانند همین لباس سفید خواهد شد. تمامی گناهانی را که انجام دادید از نامه اعمال شما انشاءالله پاک و صاف خواهد شد. امیدوار هستم که الله متعال حج شما را به درگاه خودش بپذیرد و این حج را سبب کفاره شدن تمامی گناهان شما انشاءالله بگرداند. تا برنامه دیگر که مطالبی دیگر رو در این زمینه خدمت شما عرض می کنم، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا